تنها بازمانده از نسل دایناسورها همین حیوونه. ایشون شترمرغ شاخدار و برخلاف قیافه کج و کنجلش خطری ترین پرنده دنیاست. هیچ موجود زنده حریفش نمیشه و تنها شکارچی این حیوان فقط خودشه. یعنی فقط یکی مثل خودش از پسش برمیاد. کلا هم با آدما میونه خوبی نداره و سالانه بالای 100 نفر رو تحویل اسرائیل جان میده. به این صورت که با منقارش مثل کلنگ راهو وا میکنه و بعد با پنجاش عین بیل جمع جورت میکنه و راهی سفر آخرت. یعنی عوض بازی از سر و روش میباره. احتمالاً خوردادی هم هست چون میگن خیلی مودیه. یعنی بچگی داره حالشون لحظه چطوری باشه. اگه با قیافت حال نکنه دیگه حسابت با ملک الموته. هر کدوم از این بلا گرفته هم یه قلمرو 7 کیلومتر مربعی دارن. به اندازه یه انسان نرمال هم رشد میکنه و از اون عجیب‌تر هم اینه که با این ابعاد سرعتشون از یوسین بولت سریع‌ترین دونده جهان هم بیشتره. به چیز نزدیک به 50 کیلومتر بر ساعت سرعت داره. کلاً هم اهل گروهی زندگی کردن نیستن و خیلی سیگماتور میشینن یه گوشه و این آهنگ رو پلی میکنن.